در قرآن کریم قربانی ثابت است و در احادیث با فعل و قول و تقریر پیامبر صلی الله علیه و سلم ثابت است. خودش قربانی کرده، گفته قربانی کنین، دیده مردم مشاهده کرده که پیامبر صلی الله علیه و سلم قربانی میکنه، دیگه مردم قربانی کرده، پیامبر صلی الله علیه و سلم ترغیب و تشویق کرده. ابن عمر رضی الله عنه میگه که اقام رسول الله صلی الله علیه و سلم بالمدینه 10 سنین یضحی. پیامبر صلی الله علیه و سلم 10 سال در مدینه قربانی میکرد. 10 سال. امام مسلم روایت میکنه که پیامبر صلی الله علیه و سلم گوسفند قربانی چه کرد، گفت که بسم الله اللهم تقبل من محمد و آل محمد ثم ضحى به. چپا کرد و گفت که یا الله تو از محمد و آل محمد قبولش کو، باز او را ذبح کرد. پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم میگه ما عمل آدمی من عمل یوم النحر، هیچ انسانی در روز عید قربان اوطور یک بهترین عمل انجام نمیده من احراق دم، از ریختاندن یک خون کرد، یک خون قربانی. در روز عید قربان که تو خون میریزانی، در اون روز هیچ کار دیگه کرده باشی برابر از ثواب نداره. بهترین ثواب در روز عید قربان ریختاندن یک گوسفند قربانی یا گاو قربانی داره. و برای کسایی که توانمندی دارن و نمیکنن، پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم وعید شدید گفته من وجد ساعتا، کسی که توان داشته باشد فلم یضحی، بازو قربانی نکنه، فلا یقربن مصلانا، یعنی ما از ایدم مسجد نده. کسی که آمادگی برای قربانی نگرفته، قربانی نخریده، در خانه استاد نکرده که بعد از نماز رو ذبح بکنه و توانش هم داره، به نماز ایدم نبیه. قربانی برای هر انسان توانمند واجب است. بعضیا سنت مؤکد میگن، امام شافعی میگه سنت مؤکد است، بعضیا فرض کفایه میگن. در مذهب ما قربانی کردن واجب است، به خاطر که پیامبر صلی الله علیه و آله وعید شدید داد لا یقربن مصلانا. دی قربانی کردن در تو احساس پیدا میشه که من برای الله جل جلاله آماده قربانی خود و فرزندان خود هستم، همونطوری که ابراهیم علیه السلام کرد. و هر سال این عهد تو تجدید میکنی که الله میگویی که ما برای فرستادن اولاد خود در قربانگاه، هرگاه که اسلام از ما بخواهد، هرگاه که اسلام خون مرا یا از اولاد مرا کار داشته باشه، حاضر هستم که اولاد خود به قربانگاه بفرستادم، به خاطر حفاظت دین، به خاطر حفاظت مقدسات، به خاطر دفاع از نوامیس و از اراضی مسلمانان. قربانی نیاز باشه، یعنی مطوری که امروز گوسفند خود میکشم، حاضر هستم که جان خود و مال خود در راه الله و فرزند اولاد خود قربانی کنم. بعضی احکامات در قربانی است که او را زود بر شما میگم که میگه که از بهیمة الانعام باشه، به خاطر از این که قربانی فقط پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته از شتر، از گو و از گوسفند، که بز هم شامل گوسفند است و گومیش شامل گو است. و دیگه ای باید سن مناسب داشته باشه، میگه ثانیه باشه. ثانیه در عربی به گو، گوسفند و بز شتر میگن که دندانش بیفته، پس ثانیه شتر 5 سالگی است دندانش میفته، و از گو 2 سالگی است و از گوسفند 1 سالگی است. پس باید در قربانی ثانیه باشه، یعنی دندانش افسیدگی باشه. و اگر بز هم همینطور، ولی اگر در گوسفند کسی بیایه جزعه را در عربی میگن، یعنی که 6 ماه را پورا کرده و جسم خوبم داره، ذبح بکنه، این قابل قبول است. قربانی باید بعد از نماز عید تا دیگر قبل از غروب آفتاب روز 3 عید شود، اینمی زمان قربانی است. قبل از این و بعد از این باز دیگر قربانی گفته نمیشه. گوسفند را از 1 نفر قربانی میکنن، گو و شتر را از 7 نفر قربانی میکنن. اگر تو 1 شتر را برای خود بکشی درست است و یا گوه، ولی اگر امرای تو 7 نفر دیگه هم شریک شوه، یا 2 نفر یا 3 نفر یا 5 نفر، هم قربانی از همه ایشان میشن. قربانی کردن به دست خود بسیار خوب است. در اصل هیچ روایت وجود نداره که پیامبر صلی الله علیه و سلم غیر از خودش دیگه کسی قربانیش را ذبح کرده باشه، الا ای که پیامبر صلی الله علیه و سلم در حجۃ الوداع 100 تا شتر قربانی کرد. در 100 تا شتر 63 تایش خودش ذبح کرد. بعد باقی ماندهش به قصاب گفت که یار تو ذبح کن.
فذبح. در حدیث مسلم فی الحج از جابر، شما ببینید حدیث جابر فی الحج مشهور از صحیح مسلم که پیامبر صلی الله علیه و 100 تا شتر قربانی کرد. فذبح 63 بیده، 63 تا را به دست خود ذبح کرد. در وقت پیامبر اکرمی صلی الله علیه و سلم 63 ساله بود. شاید به تعداد هر سال عمر خود یک کار خودش ذبح کرد و باقی مانده را به قصاب گفت. ولی به علی رضی الله عنه گفت که خوش کنی که قصاب از این بر خود چیزی به عنوان مزد نگیره، ما مزد قصاب میتیم. چاقوی در وقت ذبح باید تیز باشه. پیامبر اکرمی صلی الله علیه و سلم سفارش کرده اذا قتلتم فاحسنوا القتله، وقتی میکشید خوبش بکشید. و اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، وقتی ذبح میکردید خوبش ذبح بکنید. فلیحد احدکم شفرته، بعد هر کس چاقوی خدا خوب تیز کنه. ولیرح ذبیحته، بزودی ذبیحه خدا راحت بکنه. بنابراین این از آداب است که آدم باید حیوان زود راحت کنه. و این هم خیلی به انصافی است که چند تا گوسفند دیگه استاد کنی، یکیش بکش و دیگه‌ش بکش، دیگرش تماشا داره. پیامبر اکرمی صلی الله علیه و سلم میگه حیوان پیشروی دیگه حیوان ذبح نکنیم. پیامبر اکرمی صلی الله علیه و سلم میگه تا وقتی که حیوان چپه نکردی چاقویت نبینه. این پیامبر صلی الله علیه و سلم چقدر مهربان است. چاقویت از حیوان پوت کو. قربانی را میتونین که بخورین، به دوستا و رفیقات تحفه بدین، به فقرا و بیچاره ها صدقه بدین و در یخچال ذخیره کنین. کلش ممکن است، هر چی که میکنین. کلوا وادخروا وتصدقوا، بخوری ذخیره کنین صدقه بدین. اینما کنا اینما